تم سافاری از تم‌های بسیار پرطرفداریه که توی تولد بچه‌ها استفاده میشه. اگه دوست داری این ماشین سافاری رو با همه حیوانات داخلش یاد بگیری، حتما کانالمو سابسکرایب کن، چون قراره که تک به تک اینها رو توی ویدیوهای آموزشی جداگانه آموزش بدم. امروز از ماشین سافاری شروع میکنیم. من سمانه مددهی هستم از نیلکام کیک. اول از همه یه ماکت مستطیلی به طول 10 سانت و عرض 8 سانت و ارتفاع حدود 5-6 سانت رو برش میدیم. قسمت بالای ماکت رو همونطور که می‌بینید من علامت زدم، قرار 3 قسمت تقسیم بشه. 2 قسمت اول تقریبا برابر و قسمت جلوی مقدار پهن‌تر. این قسمت وسط قراره که این مقدار تو خالی بشه و تو رفته بشه. برای این کار از اره کیک بوره استفاده کردم، از اره‌های سیمی. اول از یک سمت شروع میکنم، یه مقدار اره میکنم تا ارتفاع حدوداً 2.5 سانت. سمت دیگرم دقیقاً مثل همین اره میکنم به همون ارتفاع. حالا دوباره برمیگردم همون قسمت قبلی، اره میبرم انتها و از اون قسمت آروم آروم به صورت رو به جلو حرکت میکنم تا به خط کناری برسم و با این کار کاملا زیر اون قسمت رو خالی و آزاد بکنم. به این ترتیب این قسمت خالی میشه. حالا شروع میکنیم با چاقو یه مقدار فرم میدیم کنارهای ماشینمون رو و اون تیزی ها و گوشه ها رو از بین میبریم. برای مرحله اول از چاقو استفاده میکنیم. هر جایی که لازم هست یه مقدار شیب میدیم، تیزی ها رو از بین میبریم و در انتها هم برای اینکه کارمون بهتر بشه باید از اسموتر یا در واقع از سنباد استفاده بکنیم. خب من اینجا یه مقدار دور فیلم رو بالا میبرم، این مراحل رو زود رد کنیم. حالا میریم سراغ سنباده. تمام قسمت های برشمون رو سنباده میکشیم تا سطحمون کاملا صاف و صیقلی بشه. برای کاور کردن شتیک فوندانت بیض یا مستطیلی رو باز میکنیم و روی ماکتمون میکشیم. ماکت از قبل با آب کامل مرطوب بشه همه قسمتاش و شروع میکنیم همین شکلی که داخل فیلم مشاهده میکنید کاورمون رو آروم آروم انجام میدیم. این کناره های کارمون قطعاً اضافات خواهد داشت و چین میخوره. خیلی با صبر و حوصله باید سعی کنید این چین ها رو باز کنید، آروم آروم چین ها رو باز کنید و به سمت زیر ماکتمون هدایت میکنیم. یه مقدار این قسمت ممکنه زمان ببره، حتما ماکتتون خوب مرطوب باشه که کاملا بچسبه. تمام قسمت ها رو چینش رو باز میکنید و به سمت زیر کار هدایت میشه و در انتها اون خمیری که زیر کار جمع شده رو باید با قیچی یا کاتر جدا بکنید. برای چرخ‌ها فوندانت رو به شکل ضخیم بازش بکنید، یک کیسه فریزر روش بذارید و بعد با یک کاتر گرد و اگه نداشتید مثل من از این پیمونایی که داخل بسته‌بندی شربت ها هست استفاده کنید، فشار بدید تا یه همچین حالتی بتونید در بیارید که شکل چرخ ماشین باشه. 4 تا از اینها رو من نیاز دارم. این 4 تا رو در میارم، جدا میکنم، اطرافش رو آزاد میکنم تا بتونم راحت اینا رو جدا بکنم. یه مقدار دست میکشم دورش که منظم تر بشه. یه کوچولو فشار میدم که مقدار سطحش صاف تر بشه. بعد با این کاترهای فشاری دایره شکل روشون رد میندازم. تا ته فشار نمیدیم، فقط میخوام که روش یه ردی بیفته. خب حالا با پشت همین کاترهای فشاری با اون قسمت من فشار میدم. قسمت داخلی اون مرزی که مشخص شده رو من فشار میدم تا یه مقدار گودتر بشه. میبینید قسمت مرکز این چرخ‌ها در واقع حالت تو رفته و حالت گود میشه. تک تک چرخ‌ها رو به این شکل به کمک پشت همین کاتر فشاری حالت فرو رفته میکنم. اون خط مرزی رو قبلش ایجاد کردیم که مرزمون مشخص باشه و داخل اون مرز رو بتونیم این حالت فرو رفتگی رو ایجاد بکنیم. خب برای قسمت داخلش روی فوندانت روشن‌تر، فوندانت توسی روشن، با همون سایز کاتر فشاری که داشتیم دایره هایی رو در میاریم و وسط چرخامون میچسبونیم.
با یه مقدار کمی رطوبت آب. خب تک تک چرخ‌ها رو به همین شکل دایره‌های توسی رنگ روشن در میاریم و وسطش رو میچسبونیم. حالا از 2 ماسوره استفاده میکنم، سرماسوره که سرماسوره دات هست یا سرماسوره گرد ساده در واقع. درشت و ریز. اونی که درشت‌تر هست رو وسط کار میزنم و با اونی که ریز هست اطراف کار حفره‌هایی رو ایجاد میکنم. با این ابزار که بهش ابزار دوخت هم میگن میخوایم کنارهای چرخ رو به این شکل رد بندازیم. شروع میکنم دور تا دورش رو رد میندازم. 2 ردیف این کار انجام میدیم، ردیف پایین و ردیف بالا. یه همچین حالتی در میاد که حالت طبیعی تری بهش میده. خب برای قسمت جلوی شیشه ماشین در واقع یه همچین مفتولی رو من استفاده میکنم. از سیم‌های گلسازی هم میتونید استفاده بکنید. خمیر فوندانت قهوه‌ای که البته ترکیب قهوه‌ای و توسی هست. اینا رو من با هم ترکیب میکنم. مفتول رو میندازم وسط خمیرم. با دست کاملا حالت لوله شکل در میارم. اضافه خمیرم چون خمیرم زیاد بود اضافهش رو من کنار میذارم. همینطوری به حالت لوله شکل با دست این کار رو ادامه میدیم. اضافات خمیر خارج میشه و با دست اضافات خمیر رو کنار میذاریم. به این حالت که رسید و کاملا باریک شد، اون میزانی که قرار خم بشه رو علامت میزنیم. مفتول من تقریبا 12 سانت هست ولی حدود 6 سانت رو قسمت بالا نگه میداریم و اضافات رو از بغل خم میکنیم. پس اون قسمت راسته بالاش در واقع 6 سانته و اضافه شما خم میکنم و ته مفتول ها رو هم اگه بلند بود دیگه میتونم بچینم. خب برای قسمت آینه ها همطور که میبینید 2 مفتول کوچیک رو تقریبا به شکل قائمه در آوردم و 2 خمیر فوندانت رو تقریبا به حالت اشکی شکل در میارم و فرو میکنم داخل این مفتول ها. بهتر سر مفتول ها آغشته به ژل بریلو یا کمی رطوبت آب باشه که این اتصال کامل برقرار بشه. آینه دوم رو هم باز با همین ترتیب خمیر اشکی شکل رو فرم میدیم و مفتول رو داخلش فرو میکنیم. خب برای زیر ماشین یه تیکه ماکت خیلی کوتاه و باریک 0.5 سانت یا حد اکثر 1 سانت رو، یعنی از لحاظ ارتفاع به این شکل من برش دادم. روش رو مرطوب میکنم و یه تیکه فوندانت رو میچسبونم روش. این در واقع قراره به عنوان پایه کار عمل کنه که یک مقدار ماشینمون از سطح کارمون در واقع فاصله داشته باشه، از زمین فاصله داشته باشه و بتونیم اون چرخ رو که سوار میکنیم خیلی ماشین حالت طبیعی تری به نظر برسه و اینطور دیده بشه که روی 4 تا چرخش ایستاده. پس این اختلاف ارتفاع رو ما نیاز داریم و با یه تیکه ماکت خیلی کوچیک مستطیل شکل با ارتفاع حدود 0.5 سانت یا حد اکثر 1 سانت ایجاد میکنیم. خب من دور تا دورش رو همونطور که دیدید من کاور کردم. گوشهاش هم اضافه خمیر رو قیچی میکنم. فقط قسمت بالا و اطراف رو پوشش دادم. زیر کار نیازی به پوشش نداره. زیر کار یه مقدار چسب در واقع اکواریوم یا چسب سیلیکون میزنم و میچسبونم به زیر ماکتم. خب برای جلوی ماشین همینطور که میبینید روی یک خمیر فوندانت توسی رنگ روشن با این کاتر من یک خطوطی رو ایجاد میکنم، چند تا خط ایجاد میکنم و حالا همون خطها رو میام یه مقدار پهن‌ترش میکنم، یعنی یک خطوط باریک‌تری دوباره کنارش ایجاد میکنم و همونطور که میبینید نهایتاً قراره که همچین شیارهایی رو ما ایجاد کنیم. این کار رو کاملا به صورت دستی و با این کاتر انجام میدم. ابزار خاصی یا مولد خاصی برای این کار نیست، فقط نیاز به کمی دقت و حوصله داره. پس به این ترتیب شروع میکنیم، دونه دونه یه تعداد شیار رو ایجاد میکنیم. اینجا کمی دور فیلم رو من بالا میبرم. هر بار که با کاتر برش میدیم با استفاده از این ابزار فوندان من کمی داخل اون فضا رو مرتب ترش میکنم.
و سایز این شیارها رو همسان میکنم. خب اندازه میزنم به اون اندازه که قرار بود من برش بزنم. یه مقدار از بغل حاشیه میدم و اون برشم رو انجام میدم. پس نهایتاً باید یه همچین مستطیلی داشته باشیم. گوشه های بالا رو گرد میکنم با همین کاتر. خب حالا این قسمت آماده شده. اون رو باید قرار بدیم روی یک فوندانت تیره تر. با آب مرطوب میکنم، میچسبونم جای خودش. مجدد حفره ها رو و در واقع شیارها رو مشخص تر میکنم با این ابزار و دور کارم رو مرتب میکنم. کاملا لب به لب همون فوندانت توسی رنگمون یا نقره رنگمون برش رو انجام میدیم تا لایه زیری ازش جدا بشه. در واقع اضافه لایه زیر رو جدا کردیم. خب این قسمت کار من تقریبا آماده شده. برای چراغ‌ها از 2 تا کاتر گرد فشاری کوچیک و بزرگ استفاده کردم. اول با کاتر کوچیک‌تر خود چراغ‌ها رو من در میارم روی فوندانت زرد رنگ. فوندانتم خیلی نازک نباشه، یه مقدار ضخیم باشه. حالا با کاتر درشت‌تر من روی فوندانت توسی رنگ 2 تا دایره ایجاد کردم. حالا یه کوچولو فشارش میدم که پهن‌تر بشه. کاتر کوچیک‌تر رو دقیقاً وسط اون فشار میدم و ازش خارج میکنم و یه همچین حلقه ایجاد میشه، یه حلقه دوربسته ایجاد میشه که اون قرار دور چراغ‌های ما قرار بگیره. به همین راحتی من تونستم برای چراغ‌هام یه قاب ایجاد کنم. یه کوچولو با قلموی باریک این داخل رو مرطوبش میکنم که این قاب کاملا بتونه دور چراغ بشینه و بچسبه. چراغ دوم رو هم دقیقاً به همین شکل اطرافش رو مرطوب میکنم و قاب رو دورش میچسبونم. خب چراغ‌های ما آماده شد. مرحله بعدی کار نصب کردن چرخ ماشینه. اونجا که میخوایم نصب کنیم من خلال دندون میزنم. پشت چرخ ها رو هم از قبل یک حفره ایجاد کردم با خلال دندون، یعنی فضا کاملا مشخصه. مرطوبش میکنم و این توی همون جایی که حفره ها رو در واقع علامت زدم این داخل اون خلال ها در واقع فرو میکنم. پس اتصالمون هم با خلال دندون هست هم با رطوبت آب. سمت دیگه ماشین هم همین کار انجام شد. خب نوار مستطیلی شکل باریکی رو به این شکل من بریدم. انتهاش رو یعنی لبش رو یه مقدار مرطوب میکنم و این نوار مستطیل رو حالت خم روی چرخمون با یه فاصله میچسبونم به بدنه ماشین. سمت دیگه ماشین هم همین کار انجام دادم. خب یه نوار باریک توسی رنگ رو جلوی کارم میچسبونم. ماشین رو برمیگردونم. پشت ماشین هم دقیقاً همین کار رو انجام میدیم. خب ماشین رو برمیگردونم دوباره سمت جلو و این قسمت رو که از قبل آماده کرده بودیم جلوی کار میچسبونم. یه مقدار با این ابزار دورش رو مرتب میکنم. چراغ‌ها رو نصب میکنیم و بعد این مفتولی که از قبل آماده کردیم و خشک شده رو البته 2 طرفش هم باز یک حالت حلقه کرم رنگ رو من نصب کردم به همون روشی که قاب دور چراغ‌ها رو ایجاد کردیم. اون حلقه ها رو 2 طرف اون مفتول فرو کردم و بعد نصبش کردم. 2 تا سوراخ توی 2 طرف ماشین از قبل ایجاد کردم و چراغ‌ها رو الان داخل همون نصبش میکنم. بهتر انتهای مفتول چراغ‌ها رو هم آغشته به ژل بریلو بکنید که کاملا جاش فیکس بشه. با رنگ پودری قهوه‌ای شروع میکنم سایه هایی رو روی ماشین ایجاد میکنم. به نواحی که سایه زده میشه دقت بکنید. مراقب
باشید که خیلی کارتون تیره نشه. میتونید چند مرتبه این کار رو انجام بدید که سایه یک مقدار تیره تر بشه، ولی از رنگ پودری زیاد یا تیره استفاده نکنید. یه مقدار من سرعت فیلم رو بالا بردم. دور تا دور ماشین قسمت‌هایی که لازمه سایه ها ایجاد میشه. خب یه قسمت پایین رو هم با رنگ خیلی کم، با رنگ پودری مشکی خیلی کم سایه ایجاد میکنم. خب حالا برای چراغ‌ها با رنگ پودری نارنجی فقط قسمت پایین چراغ‌ها، نیمه پایین چراغ‌ها رو کمی سایه میزنم. خب اینم از چراغ‌هامون. ماشینمون کامل شد. اگه این آموزش رو دوست داشتی لایک و کامنت فراموشتون نشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، چون قراره که توی آموزش‌های بعدی تک تک حیواناتی که داخل این ماشین سافاری هست رو بهتون یاد بدم.